جبهه آزادی خواهان. آمین. با درود به شما. دیگر وقتی برای دیکتاتورها نمانده. 33 سال است که حکومت اسلامی اشغالگر کشورمان هم هموطنان را به خاک و خون کشیده و هم با دخالت بیجای خود در امور کشورهای دیگر و کمک به دیکتاتوری‌هایی چون بشار اسد باعث کشتار در آن کشورها شده است. این حکومت جانی و وحشی با فرستادن سلاح‌های کشتار برای بشار اسد و مزدورانش و آموزش آنها به نحوه شکنجه، تجاوز، اعدام و اعترافگیری بانی کشته شدن نزدیک به 20,000 نفر از مردم بیگناه سوریه شده است. در ایران روزانه ده‌ها نفر را به جرم واهی مواد مخدر و تجاوز به عنف دستگیر و اعدام می‌کنند و غافل از این هستند که مردم دنیا می‌دانند که وارد کننده مواد مخدر خود سران رژیم هستند. همه مردم دنیا می‌دانند که هیچ رژیمی همچون حکومت اسلامی در دنیا وجود ندارد که خودش جوانان کشورش را برای تنفروشی به کشورهای دیگر عرضه کند. همه دنیا می‌دانند که در تمام مدت حکومت آخوندها در ایران قتل، غارت، شکنجه، تجاوز، اعدام، ترور و حکم‌های شرعی وحشتناک به اجرا گذاشته شده و می‌شود و همه دنیا می‌دانند که رژیم ایران اصلاح شدنی نیست. دیکتاتور نمانده، نمی‌ماند و نخواهد ماند. مردم سوریه هم همانند هموطنانمان در ایران به دنبال آزادی و حق خود هستند و با تمام حمایت‌های جمهوری اسلامی جانانه ایستاده‌اند و خواهند ایستاد و خوب می‌دانند که آزادی بهایی دارد و بهای آن را همچنان با فدا کردن کودکان، زنان و مردان خود پرداخت کردند و می‌کنند. ما ضمن محکوم کردن رژیم ایران اعلام می‌داریم که در کنار مردم به خاک و خون کشیده سوریه هستیم، همچون که در کنار هموطنان خود ایستاده‌ایم. میمانیم و تا نابودی دیکتاتورها به مبارزه خود ادامه و لحظه‌ای از مسائل کشور غافل نمیمانیم و هر آنچه را که در توان داریم برای سرنگونی اشغالگران کشورمان انجام خواهیم داد. نابود باد استبداد به هر شکل، زنده باد آزادی، جبهه آزادی خواهان ایران. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! آقای